واقعا هم بسیار مرز فیضبار است، مردخیز است، هنرخیز است. و اگر بگوییم که اساس برکت و فیض و بایگری کشور عزیز ما بنیادش ختلان زمین است، هیچ اشتباه نمی کنیم. زیرا که بهار از ختلان آغاز می یابد، بهار تاجیکستان. نوروز تاجیکستان از ختلان سرچشمه می گیرد، آغاز می یابد و همه شکوفایی ها، همه آبادی ها و همه زیبایی ها یعنی که از ختلان شروع می شوند و تمام کشور ما را فرا می گیرند. برای من همیشه همچون هنرپیشه یک عاشق و مفتون ختلان زمین هستم و هر وقتی که ما اهل هنر محض به همین مرز ختلان به سفر هنری می براییم، اینقدر مهربانی، اینقدر صمیمیت، اینقدر مهمان نوازی، اینقدر دوستداری و اخلاصمندی رو در همین مردم احساس کرده ایم و برای من همیشه از ختلان و مردم ختلان زمین همیشه سپاسگزار هستیم و کوشش میکنیم که زود زود با این یا آن نمایش های تئاتری مهمان این ولایت بسیار هم مهمان نواز و دوستدار و محبوب شویم.